بسم الله الرحمن الرحیم. سوال آخری که خواهر ما کردن بسیار مختصر جواب بدین. اونا میگن که چرا شما اونها را مرجئه میگین و اونها چرا شما را تکفیری میگوین. بسیار اختصار، ولیکن شما فقط همون اعمالی که یعنی اگر یک اشاره برای شما بکنم، اعمالی که مثلا در وجود اونها میبینیم و عقایدی که میبینیم، همین عقیده در وجود کی است؟ اهل ارجاء هست. یعنی مثال که در یک صحبت سخنرانی میشنه، یک کس میگه که همین ابو محمد من را میگوید، در صورتی که شما عام صحبت میکنید، مثل دیوال نمکش واری به خود کش میکنه بعضیا. یعنی اگر در وجود هست اصلاح بکن. یک دوست ما به من گفت که اگر آیات های منافقینی که درباره منافقین آیه هایی که آمده که ببین بخوان، اگر در شأن تو اصلاح بکن. خیلی صحبت جالبی کرد. بسیار یه خود به گپایی که بیهوده و که تو چنان و این چنان و فلان چنان و اینا کدام فایده ای نداره. فقط ما باید کوشش بکنیم که خدا اصلاح بکنیم و عقیده سالم را در وجود خود جایگزین بکنیم. امیر فقط بسیار مختصر جواب بدین. و اونا چرا ما را تکفیری میگن؟ یعنی منظورشان نیست که یعنی شما چرا اونها را اهل ارجاء میگین، یعنی منظورشان نیست. بعد با خواهرانی که همراه یک ذره مایک که چیز بکنه صداتون پخش است آقای مدنی. اوزم الان میره شیخ؟ خوب است، حالا بهتر شد. بارک الله فیکم. اولا من تشکرگزاری میکنم و سپاسگزاری میکنم از همه اون خواهران اهل توحید که در این شب با وجود این همه تکلیفات زندگی فرزند و شوهری که دارند همراه ما هستند و جزاه الله خیر او جزاهن خیرا. الله همه شما را حفظ بکنه، ثابت قدم و شما را یعنی در استقامت نگه بدارد. واقعا ما محتاج این خواهرایی هستیم که ان شاء الله مادران موحد باشند، یعنی فرزندان موحد رو مادری بکنند. بارک الله فیکم. بعد از این میخوام بگم که با اختصار شدید ما وقتی که ببینید درباره عذر بالجهل صحبت کردیم، او آقای بزرگوار در درون محبس بوده و از محبس بیرون شده، برادرهای تاجیک به او این صحبت ما را رسانیده و از اون فقط سوال کرده، از مبشر مسلمان سوال کرده که انا همچنین صحبت دارد ابو محمد مدنی که عذر المشرک، یعنی بگویم جهل در شرک اکبر عذر نیست. اونها یک بار روان کردند 1 دقیقه صحبت رو که این خوارج است و بار دیگر روان کردند که خوارج است. بعد از این ما بیان کردیم که البته ما وقتی که بالعموم چخلی که شیخ ابو عمر ذکر کردن که بالعموم وقتی که علامت ارجاء رو ذکر میکنیم، کسایی که همون عقیده ارجاء رو دارن خودشون میبرایند به خودشون سخن رو میکشند و دفاع خود رو شروع میکنند. شما بپرسید که کی شروع کرد این بحثی که حالا چندین ماه هست میرود؟ همون نمونه‌هایش هم ذکر بکنین که دوستا یعنی شبهه نمانه. مثلا خالد عزیزی گفت که شروط توحید قلبی است، ظاهری نیست، فقط در قلب. شروط توحید و عمل به جوارح ندانستن. کمیره برای دوستا بگین که عوام این رو بفهمن. اینها رو مرجئه میگیم. اولا شریعت ما رو امر میکنه که اهل حق رو از اهل باطل جدا بکنیم و این دعوت راه منهج رسول الله است. کی ما رو امر کرده؟ الله امر کرده. نظر بکنید الله سبحانه و تعالی منهج رسول الله رو چگونه دعوت بیان میکنه. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة. این راهی است که به راه الله دعوت میکنم. بصیره در تفسیر بصیره آمده است. بصیره ای تمییز الحق والباطل. باید در راه دعوت حق و باطل جدا شود و اهل حق از اهل باطل جدا شود. این است منهجی که الله ما رو امر کرد و منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا ما میگوییم هر کسی که میگوید که عمل یا شرط های لا اله الا الله، 7 شرطی که لا اله الا الله داره، شرط صحت فقط قلبی است، آشکار و واضح مخالف اهل سنت و جماعت برآمده. منهجی کی رو گفته؟ مرجئه ها رو. زیرا که مرجئه ها هستند که ایمان را فقط قلبی و کفر را فقط قلبی و شرک را فقط قلبی میدن. شرک عملی ظاهر، کفر عملی و اینچنین بگویم دیگر از عملهای کفری و شرکی، یا که شرط صحت عملی که از اخلاص و از انقیاد از اینها است، در نزد اینها وجود نداره. این یکی از اصول مرجئه است. ما اهل سنت قاعده داریم که هر کسی که اصول مذهب را بگوید او به همون مذهب میرود. هر کسی که اصول مذهب مرجئه را بگوید پس او از مرجئه هاست، این مرجئه است. پس اینها وقتی که عمل مرجئه ها رو گفتن. دومین سببی که اینها رو ما مرجئه میگیم، یعنی منظور است که اونا اگر از همین اقوال کنا که جماری کردن از اهل ارجاء، از مرجئه هست. یعنی منظوریه از اصول مرجئه است، یعنی از اقوال عادی نیست. یعنی این یکی از اقوال هایی که مذهب مرجئه بر بالای همین قاعده اینها ذکر کرده مبنی می شود. اگر این قاعده رو نابود کنیم مذهب مرجئه نابود می شود. اینها اصول و ریشه قواعد مرجئه رو قبول کردن و همین رو به مردم دارن تعلیم میدن. و دوم مشکلی بزرگ اونها آشکار و واضح
این 4-5 نفری که کنفرانس میکنن با هم اختلافات شدید دارن. من خواستم که بیان بکنم اگر محققات رو اجازه بدین که بیان کنن، هر یکی اونها از نظر دیگرش کسی دیگرش رو باید باطل بگوید یا تکفیرش بکنه. 5 نفری که اینجا کنفرانس کردن. چرا؟ مثلا یکی از اونها میگه که در دشنام الله عذر نیست، اما در باقی مانده مسئله ها عذر است. یکیش میگه که اصلا عذر نیست. اصلا اینا مخالفی هم دیگر هستند. اینها رو فکر نکنید که اینها تحسبهم جمعا و قلوبهم شتى. شما فکر میکنید که اینها 5 نفر یک عقیده دارند، بلکه اینها عقیدهشون مخالف است و روزی از روزها ما با صدا و ثبت اثبات میکنیم. بارک الله فیکم. اینها گفتن جهل عذر است و جهل عذر گفتن رو ما اثبات کردیم که قول جاحظ است. اینها جاحظی است، اینها سمامه مذهبش است، اینها داوود ابن جرجیس مذهبش است و اینها عثمان ابن منصور مذهبش است که اینها میگفتن که جهل عذر است. و همه علمای سلف گفتند که کسی که جهل را عذر در شرک اکبر و کفر اکبر داند، این غلات مرجع است. حتی غلات مرجع است، زیرا که شرک اکبر کفر اکبر را گفتند که این باکی ندارد. حتی یکی از علما باید از بینشون مرجع برآمد و در خطبه روز جمعه در مسجد میگه من امیدوارم که هر کسی که شرک اکبر را انجام داده از سبب جهل اجر میگیرد. شرک اکبر را کند اجر میگیرد است. این رو باور بکنید در تاریخ تمام اهل بدعت کسی گفته نیست بجز مبشر و اساتید بودگیش یا اونهایی که هستند. از همین جهت ما اینها رو میگیم که مرجئه هستند و اینها هستند که طاغوت رو لشکرانش رو مسلمان میدانند و مسلمان هایی که هستند اینها رو خوارج میدانند. و اهل سنت رو وقتی که خوارج گفتند در باب عقیده و باب ارجاع رو قبول کردن، از همین جهت به ما طالب علمان اهل سنت واجب است که ما باید به مردم بگیم که اینها مرجئه هستند و اینها شما رو گمراه میکنند. زیرا که مشرک رو مسلمان گفتن این مسئله عادی نیست، این خطرناک است و البته خود انسان به خطری بزرگ گرفتار میشد که در حلقه های دیگر آزار مشرک رو بیان میکنه. این است مختصری شدید. و اونها هم وقتی که میخواهند که مذهب خود را پیش ببرند، توبه کردن رو نمیخواهند، به خاطر اینکه توبه کردن از عقیده این به نهایت اخلاص میطلبد. اینها شاگرد دارند، اونها طاغوت در بالای سرشون دارند و غیره و غیره. اینها مشهور شدند، علامه و عالم شدند، اونها توبه کردن رو دیگر نمیخوان و توبه توفیق الله است. از همین جهت اینها چیکار کردن؟ مجبورن که طرف مقابل رو برند و تکفیری گویند. تکفیری گفتن اونها بدون حجت است. قسم به الله همه کسانی که ما رو تکفیری میگن یک حجت بیارند که در جای من کسی رو بدون حجت یا مردم عمر رو تکفیر گفته باشند. حاشا و کلا، هرگز ما میگوییم فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم. ما صبر میکنیم ای مرجئه ها به تهمت شما، به این نامردانگی نوجوانمردی شما. نه ایمان دارد که ایمان حقیقی باشد که ما رو باید کمی با آداب و اخلاق و نظام صحبت کنید، نه مردی دارد که با مردی صحبت بکنید. فقط خیانت رو هم مدخلی های تاجیک و هم شما حزبی مدخلی مرجئه های افغان که هستین پیش گرفتین و شما بارک الله علی الموحدین در روز قیامت ما با شما روبرو میشوید و شما حتما این به این خصومتی که در بین ما و شما است جواب میتین و ما هم جواب میتیم چرا شما رو مرجئه گفتیم. زیرا که ما یقینا میدانیم و باوری داریم و حجت داریم که مرجئه هستید. و من با همین سخن خود را به پایان میرسانم و به شیخ یک لحظه میخوام اجازه بدم که به یک نوجوان مردی مرجئه ها رو بیان کنم. مرجئه ها تاریخشون نامردی بود و امروز هم این نبیرگان جاحظ، این جاحظی های آذری ها باز همون نامردی رو پیش گرفت. چه که تاجیک ها یا که افغان یا کسی یا حتی عربش رو دیدیم که اینها نوجوانمردی میکنن. منتج های بردروغ، سخن های بردروغ و متهمی. من به اونها در آمدم، سوال رو پیشنهاد کردم، اونها ما رو متهم کردن و شرط های غیر قابل بحث رو بیرون کردن. همینجا سخن رو به پای میرسونم. اما اونها ببینید مرجئه ها از ما طلب میکنن که خودت رو معرفی بکن. ما معرفی کردیم، اما به ما یک مراتبه رویت رو نشان ندادیده. مبشر یا صبغت الله، شما آیا از افغانستان بیرون برآمدید به خاطر تعلیمی؟ شما در نزد کدام از استاد مشایخ اهل سنت زانو زدید نشستید؟ یا بعضی از شما آیا از هرات بیرون شدید؟ یا بعضی شما اگر بیرون شده باشید در نزد کدام از اهل سنت تعلیم بگیرید؟ پس شما هم از این بعد باید به پاسخ ما جواب بدید. شما همیشه پاسخ رو به طرف ما نورید. ما به همه پاسخ شما جواب دادیم. مردانگی و منهج اهل سنت واضح بودنش رو بیان کردیم. پس شما هم بگویید که اساتید شما کی است، منهج شما کی است، در زیر کدام بام مسجد نشستید و در نزد کدام علمای اهل سنت و الجماعت نشستید و منهج شما چی است. بارک الله فیک.